سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو ویدیو قبل آموزش دادیم مثلا به چه صورت میتونیم توسط پاورپوینت، توسط ایمیج جی بیایم برای تصاویر میکروسکوپیمون یه اسکیل رو ست بکنیم، یا تا بیایم یک اندازه‌گیری ای حساب بکنیم بر اساس مثلا استاندارد ASTM 112. ولی تو این ویدیو میخوایم با کمک این نرم افزار دیگه هم این کار رو انجام بدیم، ولی میخوایم در اصل بیایم یک نمودار اندازه توزیع دونه‌ای براش حساب بکنیم یا دیستریبیوشن گرافی براش حساب بکنیم. این کار با استفاده از اورجین پرو انجام میدیم در کنار ایمیج جی، و یک کار دیگه هم میکنیم، متد دیگه ای برای اندازه‌گیری دونه حساب به کار میگیریم، دیگه از استاندارد کمک نمیگیریم. خب در قدم اول میایم همین تصویر رو که در ویدیو قبل توضیح دادیم به چه صورت میتونیم اسکیل برای ست بکنیم ازش کمک میگیریم. حالا اسکیلش آماده است. اگه بلد نیستین به چه صورت میتونید برای تصاویر میکروسکوپیتون یه اسکیل رو ست بکنین، تو ویدیو قبل میتونید سر بزنین که حالا بعدش به ادامهش رو تو این ویدیو یاد بگیرین که چه کار بکنین تا بتونین یک توزیع اندازه دونه‌ای رو حساب بکنین برای تصویر میکروسکوپیتون. خب میایم این فایل رو حالا اوپن میکنیم، تصویرمون رو پیداش بکنم، اینجا هستش. خب گفتیم در قدم اول و بیایم کالیبره بکنیم اسکیلمون رو، میایم قسمت انالایز از ست اسکیل کمک میگیریم و در قدم اول بیایم زوم بکنیم رو اسکیلمون تا با دقت اینو کالیبره بکنیم. از اینجا میگیریم تا این آخر اسکیل و قسمت انالایز ست اسکیل. خب ایمیج میگه که این مقدار 260 و نیمه، من میگم که من میدونم به مقدار 100 میکرونه با توجه به اسکیلی که طراحی کردم 100 میکرون. خب اوکی میذارم. حالا این که کالیبره شد، از حالت این زوم درش میارم، فقط برای اینکه بیایم اندازه دونه رو حساب بکنیم، بیایم که برخلاف حالا استانداردی که گفته شد میایم از خود ایمیج کمک میگیریم، میایم با استفاده از کشیدن هر خطی بر روی هر دونه ای، بعدش میایم از کنترل و کلید M کمک میگیریم که میانگین اندازه دونه حساب بکنیم. خب یعنی چی؟ میام مثلا زوم میکنم، میگم این دونه، میام از اینجا تا این پایین رو میگیرم، بعد میام کلید کنترل و M رو با هم فشار میدم، خود نرم افزار به هم یک دیتایی بهم میده، میگه که خب مثلا این مساحتش به این مقداره و این اندازه که گرفتی لنگثش به مقدار 18.74. خب یه دیتا برای من کافی نیست، لازمه که بیام دونه های مختلف رو بگیرم. میام مثلا بگم برای هر دونه یک خط کافی نیست، چون که شما نسبت به مرکز دونه میتونید اندازه مختلفی از طول داشته باشین. پس کافی مثلا بیام مثلا یک حالت افقی عمودی مورب رو بگیرم، بعدش 5 6 تا، بعدش بیام سراغ دونه دیگه. من این حالت رو میگیرم، کنترل ام رو میزنم، این خودش اضافه میشه به صورت خودکار به لیستم. میام یه دونه دیگه حساب میکنم، همین کار رو ادامه میدم. خب یه دونه دیگه، یه دونه دیگه هم اینجا انتخاب میکنم. هر چقدر تعداد اندازه دونه هاتون، هر چقدر تعداد این دونه هایی که بخواید بررسی بکنید بیشتر باشه، در آخر هر دو حالتی که میخواین اندازه‌گیری میانگین اندازه دونه بگیرین و هم دیستریبیوشن گراف بگیرین، هر دوش با دقت بیشتری انجام میشه. من این دونه میگیرم، میگم میگه چه دونه های دیگه هست که راحت میتونم انجام بدم. میگه این دونه، خب دیگه چه دونه ای میشه گرفت. بیام پوینتر بررسی بکنم، سعی کنم از همه نقاط یه دیتاهای جمع آوری بکنم.
چون که در طول همین تصویر میکروسکوپیتون شما دیستریبیوشن از اندازه دور نمیبینید، مثلا فقط یک به یک ناحیه اکتفا نکنید. خب فکر کنم کافیه. بیام حالا این دونم بگیرم برای آخرین بار دیگه، اینم دونه جمع آوری کرده باشم دیتاهاشو، یه کافی باشه. نمیدونم اینجا هم خیلی بد گرفتم، این حواستون باشه که خطا که میگیرین بس به صورت فولی کاور کرده باشه این قسمتو. خب این لیست دیتا هم هستش که جمع آوری کردم 48 تا. حالا من توصیه می‌کنم که بیشتر از 50 تا انجام بدین که کافی باشه، بتونید دیستریبیوشن منطقی رو داشته باشین. من کنترل آل میگیرم همین دیتامو، بعدش میام کپیش میکنم، نمیدونم افزار اوریجین پرو. خب ما قرار است حالا یک سری ویدیوهای در مورد اورجین پرو داشته باشیم، مثلا کلی بیام توضیح بدیم که دقیقاً چه خصوصیاتی داره، چه کاربردهایی داره، مثلا بخوایم هر کدوم از این آپشن‌ها رو بیام توضیح بدیم. صرفاً تو این ویدیو می‌خوایم کمک بگیریم که بیام یک دیستریبیوشن گرافی بیام طراحی بکنیم برای اندازه‌گیری این دونه هامون. حالا صرفاً فقط یه اپلیکیشنش رو بیام توضیح بدیم. و خوبی که داره میتونیم برای این ایکس و وایمون یک نامی طراحی بکنیم، یونیتی رو براش یک واحدی رو بنویسیم، حالا توضیحاتی هم خواستیم کامنتی براش بنویسیم، تابعی هم هست براش طراحی بکنیم پایین. خب من اینجا کپی میکنم، پیست میکنم دیتامو. میتونم که این ستون برام کاربرد داره که عرض دونه بهم داده، بقیه‌اش دیگه برام مهم نیست. من کنترل میگیرم، رو انتخاب میکنم، کنترل راست میگیرم، دیلیت میکنم. میدونم که اسم این ستونم لنگث اندازه دونم و یونیتش هم میکرونه. خب میام کل ستون رو میگیرم قسمت پلات. اینجا میتونید حالات مختلفی از این نمودارها رو بیان رسم بکنید برای این دیتاهای آماریتون. این قسمت استاتیستیکال هیستوگرام رو باش رسم میکنم. هیستوگرام میاد برای شما توزیع این وزن این اندازه دونه رو حساب میکنه که مثلا میاد مثلا یک سری ستون‌های مستطیلی داریم که بر اساس اون یک وزنی اختصاص داده شده و توزیعش رو نشون میده. مثلا شما چند تا مثلا میگم مثلا یک میانگین رو بگیریم مثلا از 20 تا 15، مثلا هر ستون مثلا از دو تا مثلا رفته جلو، این رو در نظر بگیریم، مثلا بین این بازه مثلا چند تا دونه توزیع شده. یک توزیع بهتون یه دیستریبیوشن گرافی براتون میده، برای هیستوگرام رو میتونید رسم بکنید. خب حالا این کارو کردیم ولی میخوایم دقیقا بفهمیم که خب میانگین ارز دونمون چقدره. میایم همون قسمت بوکمون، دیتا هامون، یک کلیک راست میکنیم قسمت استاتیستیکس آن کالم و اوپن دایلوگ رو میزنیم. اینجا میتونیم کمیت هایی در نظر بگیریم که مثلا بیاد خود نرم افزار حساب بکنه، مثلا بیاد میانگینش حساب بکنه، استاندارد دیوییشنش حساب بکنه، اون حالت استاندارد چه انحرافی داره، حالا تو باش واریانس حساب بکنیم. حالا من کلیک رو میزنم، جمعش حساب بکنیم، چه کمیت های دیگه مثلا مینیمومش حساب بکنه، ماکسیمومش رو حساب بکنه. میتونه با خودت کمیت های مختلفی رو حساب بکنه، کمیت های آماری مختلف رو. خب اوکی رو میزنم و یه سوال میزنم، ببین که ریپورتی میده. این ریپورت بهم مثلا میگه که خب با توجه به دیتایی که بهم دادی واریانسش چقدر هستش، مجموعش چقدر هستش. این اصلا که برام مهمه میانگینش هستش. بهم میگه که با توجه به دیتایی که بهم دادی میانگین ارزتون 20 و حالا 21 با توجه به 48 بهم دیتا دادی، این مقدارش 20 هستش و ماکسیموم مقداری که بهم دادی مثلا 31 بوده، مینیمم مقداری که بهم دادی 12 بوده و مثلا اینجا مثلا میتونیم ببینیم صورت کلی که مثلا واحدش بهش گفتم که میکرون هستش، مثلا واحد وارث میکرون به توان 2 هستش، به تو محاسبات خوش انجام میده. خب همین کار رو مثلا میتونین انجام بدین، این دیتا رو مثلا بیارین تو نرم افزار مثلا اکسل، مثلا ببینید خب این یه کار راحت تر دیگه هم هستش. من کنترل سی بگیرین و تو نرم افزار اکسل کپی کنین. میدونم که این ستون هم همش بهم اندازه دونه داده دیگه. من اوریج میگیرم، میگم که کل این ستون رو با همین اوریج بگیر، این میانگین رو بگیر. خب همون مقداری که با توجه به اون اورجین پرو بهم دادش باز.
یکسان هستش مقدارش. همین کار راحت‌تر میتونیم واسه خود اکسل انجام بدیم، ولی این خوبی که داره میتونیم کمیت‌های آماری دیگه هم حساب بکنیم. همین کار میتونیم والا خود اکسل انجام بشه، ولی به نظر من طراحی مثلا پلاتا گرافا بهتر هستش که بیایم با خود اورجین انجام بدیم. خب ما حالا میتونیم یک کار دیگه هم انجام بدیم. میتونیم برای تصاویرمون، من این صفحه رو ببندم، این تصویری که داشتیم بیایم یک مساحتی رو در اصل بیایم در نظر بگیریم، مساحت دونه ها. این کار با استفاده از این آپشن انجام میدیم، آپشن کرو. میام زوم میکنم، یه دونه رو مثلا انتخاب میکنم، میام به این صورت یک مرز دونه رو مشخص میکنم و کنترل ام رو میگیرم. اینجا به هم یک اریایی میده، مساحت دونه‌ای به هم میده و با افزایش این دیتا ها برای هر تعداد این دونه ها میتونم در آخر هم برای این مساحت هم باز یک دیستریبیوشن گرافی بگیرم. خب من برای دونه های دیگه این کار انجام میدم. حالا با سرعت بیشتر این کار انجام بدم، کنترل ام رو باز میگیرم. این هم مثل همون اندازه دونه، هرچقدر شما تعداد این دیتاتون بیشتر باشه دقتتون هم بیشتر میشه. خب من فکر کنم از 6 تا دیتا رو من دارم الان، که حالا بیشترش میکنم که مطمئن‌تر باشم. میام ناحیه پایین‌تر. حواستون باشه من عجله کردم خیلی بد شد، ولی باید دقت بیشتر دقیقا رو خطوط مرزدونه این کار رو انجام بدیم. خب من دونه های دیگه هم حساب میکنم، این دونه رو به عنوان دونه آخر حساب میکنم. میبینم که لیستم الان در حد چند تا 14 تا، الان وارد کافی. حالا میتونید خودتون این کار رو انجام بدین تا 50 تا هم پیش ببرین. من کنترل آل میگیرم، کپی میکنم، باز برمیگردم اینجا. خب میام یه ستون دیگه اینسرت میکنم، اینو اینجا کپی میکنم. یه ذره بد شد چون که میخوام تلاقی کرد با یه ستون دیگه. خب بعضا ببینیم شیت دیگه هستم بیام باز کنم، دیل که نه، شیت دیگه باز کنم که راحت تر باشم. یه دیتا هم به هم ریخته شد. من اینجا کنترل اینجا پیست میکنم دیتامو. خب میدونم که این ستون هم به دردم میخوره و این ستون هم نگه دارم. کنترل میگیرم، ستون های دیگر پاک میکنم، دیلیت، و اینو باز اسمشو میذارم ایریا. حالا یونیتش هم که میدونم میشون به توان 2. حالا سریعتر بخوام انجام بدم، این ستون رو میگیرم، پلات، باز هیستوگرام میگیرم. این برای مساحت اندازه دونه هام هستش. باز همین کارو میتونم انجام بدم که مثل دفعه قبل بیام اینجا شیت 2 کنترل راست بگیرم، ستیستیک کالم، اوپن دایلاگ، و حالا همون کوانتیتی که انتخاب کردم اوکی رو میزنم. خب اینجا میتونم یک میانگین مساحت دونه رو بیام بگیرم از کل اون 4 تا دیتا که بهش دادم. خب این نرم افزار اورجین کاربردهای خیلی بیشتری داره. من صرفا اومدم کمک گرفتم که بیام این دیتا هایی که جمع آوری کردم به صورت آماری یه دیستریبیوشن گرافی براش طراحی بکنم، و حالا این کمیت هایی که اینجا مثلا میبینین، ما مثلا اینجا یک مثلا مجموعش و مینیمم و ماکسیمم براش مثلا طراحی کردم. و همین کارا مثلا میتونم با خود اکسل انجام بدم، ولی اکسل محدوده از این لحاظایی که مثلا میتونم اینجا بیام طراحی گراف انجام بدم. مثلا بخوام یه مقاله بخوام مثلا براش گرافی طراحی بکنم، اینجا دستم بازتره که بتونم طراحی انجام بدم. خب امیدوارم مفید واقع شده باشه این توضیحات بنده. در ویدیوی بعد به صورت کلی توضیح میدیم، به صورت بهتر توضیح میده دقیقاً این اورجین پرو چه خاصیت‌های دیگه‌ای داره. از مقدمات شروع میکنیم تا کاربردهایی که این عناصر میتونه داشته باشه. خب خیلی ممنون که گوش دادین، امیدوارم حالتون خوب بوده باشه. خدا نگهدار.